خوبی؟ خوبم نزدیکم. خوش آمدید، خوش آمدید. رهبر دری، درود بر شما، درود بر ایرانیان، درود بر همه ملت ایران. انشالله که در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه نازل کنید. در سایه شما. انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خدا انشالله که شما صبر بده. آقایون حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. بله. برادرای شهید هستید. ماشاءالله ماشاءالله. چند تا هستی؟ 2 تا داره. همین شما دو تا. یه خواهرم داریم که اونم تهرانه. ارومیه. خیلی خوب خیلی خوب. شهید از شما ها بزرگتر بود. چیگه همه اون خب شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه کوچیک، کلبه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظت. من خیلی خوشحال شدم آقا که شما تشریف آوردین خونه من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست. مگه من مسلمان هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خب به همه میگفتم. این حاج آقا بهش گفتم این حرف منو. بله. ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم ایران دیدیم از شما عذرخواهی. خواهش میکنم. کارم زیاده، گرفتاریم زیاده. میرم دل خانواده‌های شهدا. خب شهدا هم الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمسه، اگرچه شماها کریسمستون 10 روز دیگه است. شما آشوری هستیم ما. ارامنه 10 روز. ارامنه 10 روز. شما همین 25 دسامبر. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدین؟ رفت بر خونه ای من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیایید خونه من. ذکر خیر بود گفتم به بچه‌ها 12 13 سال پیش تو خیابون قفاری اومده بودی. خونه شهید آشوری بود. چند تا رفتم بله. اون کتابتون هم داریم. اون کتاب چیه؟ یه کتابی هست کل شهدای اقلیت‌ها رو رفتیم. از داریم. از دانشگاه به دخترم داده بودن، دانشگاه شهید بهشتی. عجب. خیلی خب شما آشوری هستید. خیلی خوب خیلی خوب. انشالله که همیشه موفق باشید. زیر سایه شما. پدرتون پدرم به رحمت رفت. سال 84. خدا انشالله رحمت. از وقتی این جوان شهید شد پدرتون زنده بود.